فرکانس هم که تونستید چیز کنید و اینکه فرکانسش رو وارد کردیم. الان میریم سراغ جهتیابی. حدود LMBO که گذاشتید به سمت پایین، ما کدوم ور می‌خواستیم؟ ما به سمت جنوب، به سمت جنوب ما می‌خواستیم بذاریم دیگه. ما الان جنوبمون اینجاه. خب ببین فایند هر مسیری رو که هر ماهواره‌ای رو که ببینه بوق میزنه. این نیست که شما الان نگاه کن این یاسته، نه مگه این یاسته، نه پر نمیکنه که. آقا این هر موقع بوق بزنه شما نباید بگی که طرف رفته گذاشته خب اینجوری. بعد میگه که زنگ زده، میگه که آقا من فایندرم داره پاره میشه ولی مسیرم نمیاد. خب آقا این مسیر شما نیست، این نشون نمیده اون چیز شما رو. شما باید مسیر به مسیر خودت باید تست کنی. آقا اینه، نه این نیست. بعد این صدای بوق باید توی گوش شما اصلا ملکه چیز بشه، به قول ملکه ذهنتون بشه. این بوق که شنیدی نگاه کن، اینجا یه مسیر هست، اینجا یه مسیر هست. یا میای سمت راست، ببین اینجا نیست. حالا میتونید یه ذره هم زیاد کنی که بازی کنه. ببین این مدار ماه. ببین اینجا یه دونه دیگه هست، این مدار ماه. گوش بده، ببین من بالا پایین که میکنم از رو مدار بالا پایین میشه. ببین چی میگم؟ یه چیز بهت بگم. ببین مداری که بالا سر ما هست، حالا این سیمو شما در نظر بگیر. ببین اینجوریه، اینم روی گرده، اینجوری دیده نمیشه، اینجوری گرده. خب ماهواره از این ور چیده شده اومده، بعد از این ورم رفته پایین. اوکی، حالا توی نقطه‌ای که ما هستیم این به این صورته، یعنی تو تهران اینجوریه. شما وقتی بری مثلا جنوب، برید سمت خط استوا و زیر مدار قرار بگیری، میاد بالا سرت، شما دیشتو باید ببری بالاتر. اوکی. یا مثلا اگه بری مثلا توی کجا بگم، مثلا تو چین. خب تو چین شما اگه بخوای یه سری ماهواره‌ها رو بگیری، مثلا باید اینجوری بگیری. شما مدار اینجوری میبینی، یه چی میگم؟ شما مدار اینجوری میبینی. اوکی. یا اینجوری، یعنی ما اینجوری میبینیم، ما توی تهران اینجوری میبینیم مدار رو. اوکی، ما الان اینجوری میبینیم مدار رو. حالا شما ماهوارهایی که چیده شده هستش روی مدار، اگر ماهواره‌های سمت راست رو بخواید بگیرید، باید یه خورده دیشو ببری بالاتر، یعنی میاد پایین دیگه. اونجا که یادتون باشه، این سیم الان یادتون باشه، بعد بیاد پایین، اینجوری میاد پایین. پس بعد ما اینجاشو بیاریم، دیشو بعد کلش رو بیاریم بالا که به سمت اون بره. حالا ما سمت جنوب رو میخوایم بگیریم. این ماهواره که نیست، اینجا نیست، اینجا نیست. صدا رو میشنوی؟ اینم نیست، اینم نیست. ببین اینجاست، فرکانس اون پر شد، دیدی؟ 72 تا. حالا یه ذره ببین این الان سمت جنوب ما اینجاه، میشه 50/4. ما تهران هستیم، 50/4 طول جغرافیامونه. این 52.5، 2 درجه اختلاف داره، یعنی 2 درجه باید به سمت شرق بره. اوکی، خیلی راحت. میبینید اون باید ملکه ذهنتون بشه، بالا پایین میکنید میبینید. خب این میشه مرجع شما، این به سمت جنوبه. یا مثلا ترکیه هم بد نیست، شما میای رو ترکیه،
شما که میای روی ترکیه 42 و 42. یازده 977 یکی از فرکانس های خوب ترکیه است. بعد این فرکانس ها رو باید شما بدونید. این فرکانس ها رو شما یک فرکانس قوی، یک فرکانس ضعیف. فرکانس قوی برای جهتیابیه، فرکانس ضعیف هم برای دقیق کردن مسیرتون هست، دیشتون هست. ببینید الان ما دست نزدیم روی یاست دیش. خب ببینید روی یاست. بذارید من یک کانالم جستجو کنم. الان روی یاست 91 پر شده. جستجو میکنیم فرکانس های کانال های جی ام رو میاره. این هم کانال های جی ام، درسته؟ این جی امه. میخوایم الان ترکیه رو ما بیاریم. میریم رو ترکیه 11977 هم داره. خب ببینید ما یک سری اینم در نظر داشته باشید. خیلی شده بچه ها اذیت شدن. یک سری از فرکانس ها روی ماهواره ها تکراری هست. یعنی مثلا 11881 که شما روی یاست داری تنظیم میکنی، روی هاتبرد هم هست، روی شاید بدر هم هست. خب شما میگیری فرکانست پر میشه، طرف جستجو میکنه میبینه کانال عربی میاد، بعد تماس میگیره، زنگ میزنه، میگه آقا من نمیدونم 3 ساعت رو پشت بونم تنظیم میکنم، هی کانال عربی میاد، هی کانال عربی میاد. خب عزیز دل من، اون ماهواره یه ماهواره دیگه است. ماهوارت بچرخون، نگاه کن ببین ماهوارت کجاه، کدوم درجه است، کدوم سمت جنوبه. خب برطبق اون مختصاتی که داری جهتیابی کن و درستش رو انتخاب کن، درستش رو پیدا کن. الان ببین ترکیه و یاست زیاد با هم اختلاف ندارن. خب شما شاید فرکانس مثلا 11977 رو ترکیه گذاشتی، خب ولی یاست گرفتی، جستجو میکنی، نگاه کن ببینیم چی میاد. ببین آرتی عرب. خب به یاست ما کانال عربی هم داریم. میای رو ترکیه میبینی کانال عربی داره حرف میزنه، عربیه. خب اشتباه گرفتی. خب اشتباهه. شما باید یه بار دیگه بری سمت توی ترکیه 11977. خب بعد چیکار کنی؟ بگی آقا این جنوب منه، خب این جنوب منه، خب ترکیه باید سمت راست من باشه، راست جنوب 46 درجه، ببخشید 42 درجه. ما 50 درجه ایم، تقریبا 8 درجه اختلاف داره، یعنی باید 8 درجه بیاد این ور. میام چیکار میکنیم؟ کم کم میایم سمت راست، یه ذره بوقو زیاد میکنیم که بازی کنه. ببین این مدار ماه، ببین این مدار ماه، داریم مدار میریم سمت راست. ببین الان این باید ترکیه باشه. جستجو میکنیم. بله ببینید کانال د اینا همش اومد. ببینید میره رو تو. ببین الان دیگه اینا نمیاد. ببین فرکانس پره ولی نمیاد دیگه، چون اون پیادی و اسایدی و اینایی که روی کانال ها هستش با هم دیگه نمیخونه. بعد میایم پایین، ببینید کانال د ترکیه داره نشون میده. اوکی اینا رو توجه کنید. الان مثلا میخوایم بریم بدر رو بگیریم. ما اینا رو گرفتیم، میایم بدر رو میخوایم بگیریم. بدر 26 درجه، یه فرکانس قوی میذاریم، مثلا فرکانس های ایران 11900. خب اینم بهتون بگم یه لحظه، رو همین مسیر بهتون میگم 11900. خب بازی میکنیم یه ذره زیادش کنیم. ببینید اومد، ببین یعنی میشه 26 درجه. یه چیز بذارم زیرش. خب ببینید الان چند درصده؟ 38. خب ما ساعت LMB تنظیم نکردیم. ما گفتیم هر چقدر بریم به سمت غرب بعد ساعت LMB مون بره به سمت ساعت 3 4 5 6 اینجوری بشه. خب
خب الان یه ذره میچرخونیم ببینیم چه تفاوتی میکنه. شاید 72 تا. دید چقدر تغییر کرد؟ 72%. تازه بیشتر هم میشه اگر ما یه ذره 80 تا بیشتر هم میشه. پس چی شد؟ این میشه جهتیابی درست. حالا شما یکی دو بار که نصب کنید تقریبا دیگه میدونید که مثال روی بعد رو که میخوای بگیری تقریبا باید چجوری باشه ساعتش، حدودی اونجوری میذاری. بعد که گرفتی دیگه میای بیا 91. دیدی چی شد؟ 91. این دیگه باید ملکه ذهنت بشه. آقا LMB و حدودی باید اینجوری بذاری روی بدر. خب رو بدر بعد تنظیم کنی. در آخر که دیشو یه خورده محکم کردی میای دیگه میلیمتری ساعتتو و دیشتو دقیق میکنه. این هم 11881 فرکانس شبکه‌های فول اچ دی سراسری ایران هستش. این هم کانال ایران. خب بذارید ببینم چیز دیگه بعد ببینید شما حالا تو منطقتون که هست، تو منطقتون یه مسیری که خیلی قویه و تقریبا مثلا وسط باید باشه. مثلا این بدر مسیر خوبیه، فرکانس 11900 هم فرکانس قویه تو تهران. شما این مسیر رو مثلا باید روش خیلی کار کنی. هر موقع میخوای یه مسیری رو بگیری میبینی نمیشه و نمیتونی، مثلا اذیت میکنه، وقتتو میگیره، سریع اول بعد رو چیز کنی بگیری. بعد نگاه میکنی دیگه، جهتیابی میکنی، میبینی مثلا یوتل سمت راست بدره، خب میاری سمت راست میگیری، یا مثلا یاست سمت چپ بدره، رو فرکانس درست میذاری سمت چپ رو میگیری. فقط اون قضیه های فرکانس های یکسان و اینا هم در نظر داشته باشید. مثلا الان ما میخوایم بریم یوتل هم بگیریم. یوتل خب حفظی چیز میکنیم، میذاریم 721 22000. این فرکانس هم که بهتون گفتم این فرکانس ها هستن، همه جا میتونید پیدا کنید. خب من نگاه میکنم میگم ساعت LMB یوتل باید یه خورده ساعتش به سمت 3 4 اینا باید باشه. میام چیکار میکنم؟ اول میام ساعتش رو یه خورده میذارم سمت چپ، میبرم اونور. بعد نگاه کن خیلی راحت، بذارم به LED نخوره. خب اینم زیاد میکنم که بشنوم. این بدر بود. میام ببین صدای این صدای بوق خیلی مهمه. اینو باید اونقدر کار کنی که اصلا به قول گفتم به ملکه ذهنت بشه. نگاه کن این هات برده. خب یه ذره دیگه میاری میبر میشه یوتل پر میکنه. دیدی؟ دیگه باید مسیرها، مثلا وقتی شما میخوای هات بردو بگیری، هات برد یه ذره ضعیفه، قلقیه. خب شما اول بیا یوتل رو بگیر. خب هات برد 13 درجه ایه. خب ای شرقیه. یوتل 7 درجه، چند درجه؟ 5-6 درجه اختلاف دارن. خب شما میای یوتل رو میگیری. خب این یوتل رو میگیری. یالا یوتل BBC داره نشون میده. بعد میای چیکار میکنی؟ میای میری رو هات برد. بعد از اینکه اینو گرفتی میای روی هات برد میذاری رو فرکانس
که مد نظرت هست، مثلا 1137 خوبه. خب ببین وقتی شما میخوای هاتبرد چون سمت شرقی تر هست نسبت به یوتل، باید یه ذره دیش بخوابه و یه ذره هم بره سمت چپ. ما دقیقا همین کار رو میکنیم. ببین یه ذره دیش میخوابه، یه ذره میره سمت چپ. گرفت؟ چقدر قشنگ. علامت من و تو بیاد. دقت کردی؟ بیا چقدر راحت. ببین جهتیابی خیلی راحته. خب این الان شبکه جم. اگر شما بیس کار رو، یعنی مونتاژ کردن دیش تو و این چیزهای اصولی پایه و اساسی رو راحت بلد باشی، خیلی راحت جهتیابی میکنی. خیلی راحت. الان مثلا یه بار دیگه شما میخوای بری روی یوتل. خب الان یوتلت نمیگیره. خب یوتلت نمیگیره. خب چیکار کردی شما؟ یه ذره سر دیشو باید بیاری بالا، یه ذره بیاری سمت راست. اومد. اصلا فایندرم بوق نزد. اومد. اوکی. بیا بعدش هم دقیقش میکنی. این هم یوتلت. حالا مثلا هاتبرد که ما بردیم سمت چپ، یه ذره بعد ساعتش هم میخوابید. مثلا بخوابونی قوی تر میشه. اوکی. این هم از جهتیابی حالا دیشای معمولی داخلی. حالا میریم بعدش برای دیشای آفست و این دیشا رو دیوار هم ببینید. یه مسئله دیگه هم هستش، شما با پایه دیش اصلا نباید کار داشته باشی. با پایه دیش اصلا شما نباید کار داشته باشی. ما مهم برای ما این صفحه هست. این صفحه هست. خب این صفحه باید به سمت اون مدار باشه، به سمت اون مسیر باشه. دو، ساعت علمی نسبت به دیش نیست. ساعت علمی نسبت به دیش نیست. اینو اشتباه نگیرید. این دیش من شاید اصلا اینجوری باشه. این دیش من اینجوری میذارم. ساعت علمیش باید اونجوری باشه. نه، این پایه واسه ما، این پایه شاید روی شیروانی باشه، شاید کج باشه، مثلا روی شیروانی باشه. خب بعد من ساعت لمبی اونجوری بذارم؟ نه، ساعت لمبی نسبت به زمین هست، نسبت به تراز زمین هستش. اوکی، تراز افقی زمین هست. مثلا من میخوام مثلا اینجوری بگیرم. بابا ما اینجوری میخوایم بگیریم، الان یوتل ما میخوایم اینجوری بگیریم. یه ذره زیادش میکنیم. ببین این الان یوتله ولی نمیگیره. ساعت لمبی رو نگاه کن، پایه رو نگاه کن. خب اینا میچرخونیم اون و بیا اومد. اوکی، چقدر راحت. 92 تا هم داره. اوکی، پس این ربطی نداره. حالا بهتون نشون میدم. ما اینا رو میتونید حتی رو دیوار هم پیچ و مهره کنید. اینا هم حالا توی چیز بعدی، آموزش بعدی اینا رو بهتون. و آفست جهتیابی آفست فرق میکنه. آفست یه خورده خمتر هستش نسبت به این دیشای معمولی مرکز وسط، حالا پرایم فوکوس بهش میگن. خب این هم از این. تا اینجا حالا خوب اومدیم. میریم سراغ چسبوندن اینا روی دیوار، که همین بحث این که هیچ فرق نمیکنه پایه ما کجا باشه و فقط صفحه ما مهمه. بعد از اون هم میریم سراغ قیچی زدن. خب